سلام. این هفته پرچم آفساید رو بالا میبریم چرا که 2 هفته است که آخوندها از سوزش گردهمایی مقاومت رفتن تو آفساید و هنوز بیرون نیومدن. نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل امروز در این نشست گفت رئیس جمهور ترامپ 100% مخالف جمهوری اسلامی ایرانه. که چجور میشه اینها نه تنها مورد حمایت قرار میگیرن و یکی از مشاوران دونالد ترامپ گفت حکومت ایران حکومتی شیطانی است. انقلاب اسلامی ایران باید از بین برود. بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. داستان از اونجا شروع شد که مم جواد ظریف به محض اینکه فهمید گردهمایی جدیه یه بشکه نفت زد زیر بغلش و پا برهنه رفت پاریس. یه نامه از روحانی داد به ماکرون، بعد هم سیبیل توتال رو چرب کرد تا شاید گردهمایی رو لغو کنه. اما دیپلماسی لبخند اینجا گیرپاچ کرد و خنده روی دهن ظریف ماسید. تنها دستاوردش از این سفر همین مصاحبه بود. ما در گفتگوهامون با مسئولین فرانسه این موضوع رو به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم و اونها هم همواره تأکید کردن که ارتباطی با این گروه ندارند. باعث تأسف بیشتر است که رژیم های مرتجع منطقه یک بار دیگه روی این گروه سرمایه گذاری جدی دارن انجام میدن. بله، توتال قرارداد رو گرفت اما فرانسه دوغ هم تحویلشون نداد. گردهمایی مقاومت در قلب پاریس برگزار شد. اون هم با چه شعارهایی؟ محور اصلی این نشست که مستقیم از شبکه‌های تلویزیونی سعودی پخش میشد، تغییر نظام در ایران عنوان شده. شعاری که البته این روزها بر در و دیوار شهرهای میهن هم نوشته میشه. خب این اتفاق خیلی طبیعیه که برای حکومت خامنه‌ای یک کلان شکست محسوب میشه. وقتی که قرارداد نفتی رو بای دادی ولی جاش شعار سرنگونی شنیدی. خب توی همچین وضعیتی همه مار و ملخ‌های نظام ریختن بیرون تا یه جوری صورت خامنه‌ای رو با سیلی هشتگ و تشتگ و این گزارش‌های تلویزیونی سرخ کنن. ممکن است تصور کنید که در چنین همایشی این قسمت کاملا پر خواهد بود، اما در این تصویری که از تلویزیون رسمی مجاهدین گرفته شده به خوبی میتوان صندلی‌های خالی بسیاری را مشاهده کرد. عجب چیزی از تلویزیون رسمیشون پیدا کردی ها. 4 تا صندلی خالی، اونم وسط این جمعیت، اونم توی یک برنامه‌ای که 8-9 ساعت طول کشیده. خب معلومه دیگه، خب یکی هم بلند شده رفته بیرون کار داشته حتما. خب بذار برای مقایسه یه چیزی بهت نشون بدم که بعید دیده باشی. تو همین سالن، نه جای دیگه ها، کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه، رقیب همین آقای ماکرون، تو کشور خودش میتینگ انتخاباتی گذاشت. صحنش این بود. یعنی کسی که تو این سالن یه بار یک جلسه گذاشته باشه، اونم تو ابعاد میتینگ انتخاباتی، این صحنه رو ببینه کف میکنه. تو اومدی 4 تا فلش دادی رو صندلی، اون از ظریفتون، اینم از فلش و صندلیتون. این که نشد. حرف جدی بزن بابا، یه آدم جدی بیار. آقای جولیانیو، آقای نمیدونم مولیانیو. گفتم آدم جدی بیار، بعد این آوردی؟ این که تو عمرش تا حال یه جمله مجانی حرف نزده. سازمان مجاهدین خلق ایران رو باخته، مردم رو باخته. دلیلش چیه؟ گوینده‌ای دارن در تلویزیونشون که گوینده سیاسی است. باور کنید وقتی این انسان رو آدم میبینه گریهش میگیره، یاد قرضاش میفته، یه لبخند به لب نداره. آقا من واقعا شرمنده اگر یاد قرضاتون افتاد. ببخشید این دستمال بدم خدمتتون. یعنی اینجوری خوبه؟ خب همین حرفا رو که تیویش هم میتونه پخش کنه که. جان پخش کرده؟ شبکه 1 در راه مبارزه با نظام اسلامی در مسیری مشترک با منافقین قرار دارند هم به آن اذعان می‌کنند. شما یه همچین هزینه‌ای رو بکنید ولی در دل ملت ایران جا نداشته باشید.
بله، همینطور که میبینید سر موضوع مجاهدین که میشه، شبکه‌های درون مرزی و برون مرزی جمهوری اسلامی کارشناساشون رو به همدیگه قرض میدن. یه نمونه دیگهش این کارشناس BBC فارسیه که به اسم پناهنده سیاسی توی انگلیس اقامت میکنه ولی برای شبکه افق سرویس میده. خود ایرانیان مقیم خارجه، ما یک جمعیت چند میلیون نفری از ایرانیان مقیم غرب داریم، آمریکا و اروپا داریم که اینها عملا باید ارتش دیپلماسی عمومی ما باشن و اینها به نظر من موفق عمل نکردن. اینها اون انسجام رو نداشتن که مانع این بشن که تروریست هایی که اقوام اینها رو کشتن، تروریست هایی که در منطقه دستشون به خون حالا فرض کنید 10,000 نفر به خون اینها آلوده است، نباید بتونن به هیچ وجهی برای خودشون آزادانه فعالیت کنن، برن به پارلمان انگلستان، برن به سنا و کنگره با این کنگرسمن با اون سناتور جلسه بذارن. ظاهراً این بسیجی موفرفری پناهندگان ایرانی خارج از کشور رو با آتش به اختیاران ساندیسی اشتباه گرفته. تو همین برنامه مجری بسیجی گوشترخ یه تیکه میاد که فکر میکنه خیلی کشف بزرگی کرده. ماجرای تحریم هاست که یه پای ماجرا این فرقه منافقین هستن و ما داریم فیلمش رو هم داریم که زمانی که جان بولتون داره اشاره میکنه که با آمدن ترامپ روزنه های امیدبخشی برای تحریم های جدید علیه ایران هست، اینها چقدر ذوق زده هستند و تشویق داریم این فیلم رو فکر میکنم دوستان. Congress is moving with what for Congress is great speed to enact new economic sanctions legislation against the regime in Iran. البته 2 جمله بعد توی همین برنامه معلوم میشه که هدف از این تحریم ها چیه و علیه کیه. هدف این تحریم چیه؟ هدف این تحریم تضعیف قدرت دفاعی ایرانه. بخش سومش موشک‌های بالستیک ایران رو تحریم میکنه. بخش چهارم فکر کنم سپاه پاسداران رو میاد، جالب، سپاه پاسداران رو میاد تحریم هایی رو علیهش اعمال میکنه که علیه سازمان‌های تروریستی در این فرمان اجرایی 13224 اعمال شده. خدا وکیلی فلج شدن ستون فقرات نظام، یعنی بازوی سرکوب نظام، دست نداره؟ بزن دست قشنگه رو. حالا اگر این کف مفا رو بذاریم کنار، حرف اصلی رو میاد و اون هم قدرت اپوزیسیون نظامه که کجاها میتونه تاثیرگذار باشه. یک سری از گروهک‌های معاند هستن، نمونهش همین گروهک منافقین هستش که واشنگتن همایش میذاشت و افراد مختلفی رو دعوت میکرد از نماینده‌های کنگره، از افرادی که جاهای دیگه آمریکا تاثیرگذار بودن. الان همایشایی که خارج از آمریکا دارن، موردی که در پاریس بود، خب افراد بسیار زیادی از آمریکا شرکت کردن که این البته نشون میده که گروه منافقین تو این حوزه داره کار میکنه، یعنی منابع مادی خوبی داره، جاهای از این گروه حمایت میشه و استفاده میکنه و تاثیرگذاری تو اون سیستم سیاسی داره. خلاصه کلام، بویی که بعد از این جریان تو دماغ آخوندها پیچیده، بوی براندازی و الرحمن نظامه که برق از سر همشون پرونده. اشاره هم کردید به فتنه 88، چطور منافقین و آمریکا و لیبرال ها در فتنه 88 به هم میرسن و به نظر من این پیوند همین الان هم ادامه داره و شما همزمان یه مدت پیش از برگزاری نشست پاریس میبینید که آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میاد میگه که ما همچنان از کسانی که در داخل ایران هستن برای براندازی جمهوری اسلامی میخوایم داریم استفاده میکنیم. خب این کسان چه کسایی هستند؟ آدمای معمولی مثلا سوپری سر محل نیستن که اینا بالاخره ظرفیت‌هایی در اختیار دارن در داخل جمهوری اسلامی که یک بار دیدیم از این ظرفیت‌ها در سال 88 علیه خود نظام استفاده کردن. برای اینکه آخوندها قبض روح نشن، یه نفر باید باشه که پول بگیره و بهشون دلداری بده که نگران این شکوه و جلال و عظمت نباشید. در هر حال این شکوه و جلال و این عظمت نگرانتون نکنه. معنی این حرف اینه که خیلی نگرانتون بکنه.
خدا نگهدار.